قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو، گفتاری 59. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت طاهریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. اینچنین اصولهای بیرون کردن آب درون کان هم وجود داشت. اساساً برای بیرون کردن آب کان تجربه 1500 ساله کار اسکابی استفاده برده می شد. معدن کنده شده از کان به واسطه سبد یا قوقه خلطه چرمی بیرون کشیده می شد. در جایهای فراز برآمد کان زینه ها می ساختند. برای از چاه برآمدن بالارهای پیمانکدار و یا نردبان را استفاده می بردند. در سالهای آخر اینچنین آثار غرغره های بارکشی هم یافت شد. در یکی از چاه‌های کان منصور چرخ کلان چوبین غرغره بارکشی، تنابهای آن و حتی در نوگی تناب چنگک هم یافت شد که با آن سبد یا قوقه را الحاق کرده بیرون می کشیدند. معدن را از کان برآورده از درون آن پاره های لازمه را چیده می گرفتند، بعد آن را میده می کردند. برای این کار هم اسباب و آلت مخصوصی مرکب را کار می فرمودند. بعد میده کردن تازه می شستند و پس از همه این می گداختند. کوره های کلان معدن گدازی وجود داشتند. مثلا کوره کلان از کانژول یافت شده است. درجه علم و هنر معدن شناسی هم بلند بود. مقایسه معلومات مأخذهای خطی و آثار کوره های معدن گدازی، تحلیل دژغال و فلزات تیار دلالت می نمایند که در همان دوره ها گداختن معدن های سولفید میس با اصول کوپیلیاتسیا جدا کرده گرفتن نقره بر این پروسس های نهایت مرکب معدن گدازی پره از خود کرده شده بودند. استحصال شیشه و سفالالات. هنگام تدقیق شرح و دیهات عصر میانگی بیواسطه در بالای خاک و هنگام حفریات ارخئولوژی در مغز قبضهای ارخئولوژی اندرون ویرانه بنا و خانه ها، چقوری های اخلاط پرتایی و غیره بسیار شیشه تا مغوری وامی خورد که سنه آن را به عصرهای 9-12 نسبت می دهند. این نوع شیشه که در جایهای گوناگون آسیای میانه یافت شده است در موزه‌های SSSR هم بسیار می باشد. گرچند مقاله و رساله های سیرشمار در این باره به طب رسیده باشد هم دوره های انکشاف شیشه‌گری آسیای میانه از عصر 9 تا عصر 13 به طور خرونولوژی آموخته نشده است. اگر هنگام کافت و کاو یگان مصنوعات شیشگی به دست آید، سنه آن را نهایت تخمینی و عمومی تعیین می نمایند. مثلا شیشه عصرهای 10-12 یا 10-11 می گویند و می مانند. و این سبب آنها را به مقصد توصیف انیق وضعیت و خصوصیت شیشه‌گری عصرهای 9-10 استفاده بردن کاری محال است. شک نیست که در تمام شهرهای کلان و حتی میانه و عصرهای 9-10 سر کرده
استحصال شیشه وجود داشت و آن را استفاده می بردند. ولی مصنوعات شیشگی که محض به عصرهای 9-10 تعلق دارند، از جمله تمام آن مصنوعات شیشگی عصرهای 9-12 عمیق جدا کرده نشده است. فقط شیشه چند محلی که دسترسی ارخئولوژ ها گردید، بیشک محض در عصرهای 9-10 استحصال شده است و آن محل ها اینها اند: دیمنه کلزار تپه در قریبی سمرقند، شهر عصر میانگی نسا در یکی از گذرهای شهر عصر میانگی برخشه و غیره. در بین مصنوعات شیشگی این محل از همه بیشتر ظرفهای شیشگی روزگار و ظرفهای اتریات هست. شکلهای معمولی این مصنوعات شیشگی چنینند: جام و قدح‌هایی که پایه باریکی بلند دارند، کوزه های گوناگونی تنگ دهن و وسیع دهن که بعضی دستدار و بعضی بی دسته می باشند، کاسه و پیاله های گوناگون شکل، دولچه های دستدار، شیشچه های نازکدو شکلی دستدار و غیره. مصنوعات شیشگی اساساً از شیشه بی رنگ تیار کرده شدند، ولی مصنوعات نیز به دست آمده است که از شیشه گوناگون رنگ تیار کرده شده است. شیشه رنگ را برای آرایش دیگر خیل ظرف‌ها نیز استفاده می بردند. در عصرهای 9-10 شیشه‌گران آسیای میانه اصولی با راه دمیدن استحصال نمودن ظرف‌های تنک را کاملا از خود کرده، تمام نازکی‌های آن را کار می فرمودند. شیشه‌گران اصول دمیدن را برای آرایش ظرف‌ها نیز تطبیق می نمودند. در این صورت ظرف‌ها چنین دمیده می شد که نقش روی قالب عیناً بر روی ظرف می گذشت. یک رنگی شکل ظرف‌های جای و محل‌های گوناگون، تماماً نبودن یا نهایت کم و ارزان و آسان بودنی آرایش ظرف‌ها، به ندرت استفاده شدن نقش کوبی بر این اصولهای خاص هر یک ظرف دلالت می نمایند که در عصرهای 9-10 استحصال ظرفهای شیشگی روزگار شکل عاموی داشت و برای عامه وسیع استحصال کرده می شد. در این بابت یک چیز جالب دقت است: بعضی شکلهای ظرفهای شیشگی تقلیداً به ظرفهای سفاری عصرهای 9-10 ساخته می شدند و این شاهد آن است که گرچند مصالح ظرف گوناگون باشد هم شکل آنها به یک قالب معین درآورده می شد و این پروسه خیلی انکشاف یافته بود. همین چیز هم خیلی مهم است که در عصرهای 9-10 در آسیای میانه شیشه تریزه می ساختند و استفاده می بردند. پاره های شیشه تریزه مثلا از نسا، از افراسیاب و غیره که دسترسی ما گردیده اند، از شیشه بیرنگ با همان اصول دمیش تیار کرده شده اند که در استحصال ظرف های شیشگی جای داشت. شیشه‌گران آسیای میانه این اصول معلوم را به کار برده، مخصوص برای تریزه با اصول دمیش طبقچه های پهن و شفاف می ساختند و یگانه کمبودی این گونه شیشه ها همین بود که مابین آن اندک غفص شده می ماند. ولی این کمبودی قریب که یگان ضرر نداشت، زیرا از دو سر آن طبقچه های شیشگی را به پارچه های گوناگون شکل بریده بعد در کاداک های گجی می شناندند. شیشه های تریزه یافت شده به کوشک و قصرها و یا دیگر امارت های پردبدبه محتشم مناسبتی ندارد. از افتکار و در منزل شهریان بای استفاده می شد. عموما شیشه تریزه اختراع پروگرسیوی بود و شرایط منزل های آن دوره را خیلی بهتر می کرد. استحصال سفالات در عصرهای 9-10 در آسیای میانه بسا مکمل و مفصل تدقیق شده است، ولی تا امروز یگان اثر جمع‌بست کننده نیست. وسعت بزرگی حفریات ارخئولوژی باعث آن شد که گذر و محله های تام کلالان آشکار کرده شود.
چندین نوع و نمودی دم و کوره و خمدانها نیز یافت شدند. حتی چند استاخانه و دکانی کلالان کشف گردید که در آن اسباب و انجام کلالی، مصالح کلالی و حتی ظرفهای صحت باقی مانده‌اند. به طفیل این کاملا تصور کردن ممکن است که کلالان عصرهای 9-10 از اول تا آخر، یعنی از خود تیار کردن لای تا ساختن آلات، چگونه طرز و اصولها را به کار می بردند. کلالی عصرهای 9-10 از دیگر نقطه نظری تکنولوژی نیز خیلی مفصل تدقیق کرده شده است. مثلا معین کرده شده است که چگونه گل استفاده می شد، چگونه آن را انگاب می دادند، به چگونه رنگ گل می پرتافتند، ترکیب سیر چگونه بود و غیره. انواع ظرفهای سفاری عصرهای 9-10 نیز نهایت گوناگون بود. از خمدانهای کلان تا پیالچه و طبقچه ها ساخته می شد. نقطه عالی کامیابی صنعت کلالی آن دوره استحصال ظرفهای سیردار می باشد. طلبات به ظرفهای سیردار خیلی کلان بود و بنابراین بسیار استحصال کرده می شد. کلالان عصرهای 9-10 نوعهای گوناگون سیر را تیار کرده می توانستند. اولها سیر اشخاری را به کار می بردند. بعد سیر معمول گردید که از سرب تیار می کردند و صفت این سیر خیلی بلند بود. سیر سربی خود رنگ نداشت، یعنی شفاف بود و این امکان می داد که پیش از اندودن سیر روی ظرف با نقش و نگار دلخواه آرا داده شود. کلالان آن دوره به ترکیب سیر به مقدار معین قلعگی همراه کرده آن را رنگدار می کردند، یعنی سیر دیگر شفاف نشده عادتاً سبزتاب یا شیرتاب می شد. در عصرهای 9-10 ظرفهای نقشین سیردار خیلی گوناگون بودند. تیار کردن این گونه ظرفها صنعت و مهارت بلند را تقاضا داشت. اول خود ظرف را در چرخ کلالی می ساختند و بعد خشکانیدن روی آن را برای نقش تیار می کردند. برای این بر روی آن انگاب می مالیدند. انگاب لایابه مخصوص می باشد که از خاک نهایت مهین بیخته شده با اصول مخصوص تیار می کردند و عادتاً به آن رنگ می آمیختند. در عصرهای 9-10 اساساً انگاب سفید، سرخ و سیاه را استفاده می بردند. بعد مالیدن انگاب روی ظرف خیلی سلیق و سفته می شد و برای گل پرتایی زمینه موافق به وجود می آمد. پس از این بار دیگر ظرف انگاب اندوده را خشکانیده، بعد بر روی آن گل می پرتافتند، نقش می کشیدند و آخران به خمدان انداخته می پختند. همین که پخت، بعد خشک شدن بر روی ظرف سیر می دوانیدند و بار دوم می پختند. برای تیار کردن این گونه ظرف، برای اینکه شکل گل و نقش و یا خود تابش رنگ ویران نشود، عمیق و دقیق دانستن شرط بود که بعد 2 بار پخته شدن در ترکیب مصالح ظرف چگونه تغییرات خواهد شد. در بین ظرفهای نقشین سیرداری عصرهای 9-10 بیشتر از همه کاسه و طبقهای گوناگون بودند. شکل آنها از همدیگر فرقی کذایی نداشت. فقط بعضی جزهای آنها فرق می کردند و اساساً فرق در اندازه آنها بود. غیر از کاسه و طبق با اصول مذکور، اینچنین کوزه، چراغ سیاه و بعضی دیگر اشیای میده و چویده روزگار استحصال کرده می شد. یکی از راه‌های آرایش ظرف‌های روزگار کتیبه بود. کتیبه را اساساً در لب پیاله و کاسه، طبق یا خود در مابین جای می دادند. کتیبه اینچنین در روی کوزه و کوزچه ها و چراغ سیاه هم دیده می شود. کتیبه عادتاً با خط زیبا و خاناکی نیز عنعنه خود را داشت انجام داده می شد. مضمون کتیبه ها گوناگون است. خیرات و برکات به صاحب این چیز، برکات، خیرات،
آش شود و غیره. در بعضی جایها کتیبه عموماً تعبیرهای گوناگون است. اولی دانش تلخ است و انجامش شیرین، سخاوت پیشه مردان، سخاوت پاسبانی همت و دولت است و غیره. اکثرا نقش این گونه ظرفها نقش عادی اسلیمی، یعنی تصویری پیچ در پیچی شکل‌های هندسی و نباتی است، ولی تصویری مخلوقات نیز به نظر می رسد. مثلا تصویری مرغان بسیار است. دیگر نوع این نقش رنگوباری مرمری می باشد. برای آفریدن این نقش رنگ‌های گوناگون را بی یگان ترتیبی معین بالای هم پارچه پارچه می مالیدند و در این حالت یگان نقشی معینی معنادار پیدا نمی شد. در این گونه نقش نه شکلی معینی آن بلکه تابشی آن، موافقه پاره‌های رنگ و جلای آن مهم بود. همچون اصول علاوگی آرایش ظرف‌های سفاری اصول نقر، یعنی خراشیده برآوردن نقش را نیز کار می‌فرمودند که آن اساساً در ظرف‌های نقششان مرمری یا خود ظرف‌های سیرداری سبز دیده می‌شود. جای خراش با سیر پر کرده می‌شد و در زمینه سبزی روی ظرف نقشی برجسته به وجود می آمد که اساساً از تصویری شکل‌های هندسی و نباتی و رسم مرغان عبارت بود. سفالات عصرهای 9-10 بی شک و شبهه دلالت می کند که در آن دوره حاصلناکی مهنت خیلی رواج یافته، بسیار دیگر طرز و اصولهای کار از خود کرده، ترکیب و صفتی سیر خیلی تکمیل داده شد. در نقش و نگاری ظرف نیز خیلی کامیابی ها دسترس گردید و مقدار استحصال ظرف های سفاری خیلی افزود. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولتی طاهریان، سفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. دیگر نمودهای کسب و هنر. دیگر نمودهای کسب و هنر و محصولات آنها را به مثل شیشه‌گری یا کلاری اینقدر مفصل توصیف کردن از امکان بیرون است. در این حالت ما اساساً به مأخذهای خطی استناد کرده می توانیم. مأخذهای خطی باشد انیق و دقیق خبر می دهند که در عصرهای 9-10 بسیار کسب و هنر رونق و رواج اعلا داشت و محصولات اکثری کسبها بسا خوش صفت بودند و بیرون از خاک آسیای میانه هم شهرت داشتند. چنین ادعای استخری نیز بیهوده نبود که مردمی ماوراء النهر به مال دیگر مملکت‌ها احتیاج نداشتند، زیرا همه چیزی ضروری را خود فراوان استحصال می‌کردند. بافندگی نیز خیلی رونق و رواج داشت. مال بسیار استحصال می‌شد. انواع متاعها سیرشمار و صفت آنها خیلی بلند بود. متاع اساساً از ابریشم، پخته و کتان بافته می‌شد. آسیای میانه مکانی بسیار نوعهای عالی درجه متاع می باشد. بافندگان آسیای میانه اینچنین استحصال بعضی نمودهای گزوارهای خارجی را نیز براه مانده بودند. در بین نوعهای محلی متاع گزواری پختگی ویدری مقامی مخصوص داشت. نام این متاع از ویدر نام دهه‌ای گرفته شده است که در قریبی سمرقند واقع بود، ولی این گونه متاع در دیگر محل‌های آسیای میانه هم بسیار بافته می‌شد. طلبات به این متاع نه فقط در خود آسیای میانه نهایت کلان بود، بلکه بیرون از خاک آسیای میانه هم بازار آن خیلی تیز بود. به قول ابن هوکل آن را نبریده به شکل پاره‌های بتون به تن می‌پیچانیدند
و در خراسان هیچ امیر و وزیر، قاضی و بای، عامی و سرباز نبود که از بالای لباس زمستانی متای ویدری نپرتاید. بربستن متای ویدری علامتی نزاکت و زینت بود، زیرا رنگ متا به رنگ زر خالص میل می کند و به غایت نظر ربا و خوشجلا است. خودی متا نهایت بداشت ولی سفته و مهینی حریر می باشد و یک لباسواری آن از 2 تا به 30 دینار ارزش دارد. خودی من یک لباس آن را 5 سال پوشیدم. برای این متا از عراق بابل می آیند و به آنجا می برند و از پوشیدن آن افتخار می کنند. محصولات کارخانه مخصوصی بافندگی که در شفت ارک بخارا واقع بوده، متای زیبای سرخ، سبز و سفید می برآورد، شهرتی تمام داشت. از نام دهه زندنه قریبی بخارا نام کرباسی مشهوری زندنیچی برآمده است که در بسیار دیگر جایها هم بافته می شد و در بسیار جایها به فروش می رفت. زمان کرباسی زندنیچی از ابریشم بافته می شد و نمونه شاهی زندنیچی آن دوره ها در بعضی موزه های جهان محفوظ می باشد. در پس یکی از این نمونه ها خطی سوختی نیز هست با رنگ سیاه، اندازه متا و نام آن نوشته شده است. طرز بافت، رنگ و نقش و نگاری زندنیچی عصرهای 7-8 نقص تحقیق کرده شده است، ولی انیق معلوم نی که زندنیچی عصرهای 9-10 چگونه بود. فقط تخمین می رود که تقریباً از آخری عصرهای 10 سر کرده آن را تنها از نخی پخته می بافتند و در این باره نرشخی هم اشارت می کند. آنچه از وی زندنی خیزد آن را زندنیچی گویند که کرباس باشد، یعنی از دهه زندنی هم نیکو باشد و هم بسیار بود. در مأخذها بسیار دیگر نوعهای متا نیز ذکر شده است: گزوارهای پختگی، ابریشمی، زربفت و غیره. ولی مشهورترین آن گزواری مرو بود. این گزوارها به درجه خوش صفت و مشهور بودند که تقلیداً به آنها در دیگر جایها هم استحصال کرده می شد و مقداری زیادی آن بیرون از خاک آسیای میانه به فروش می رفت. بعضی پاره های خردی گزواری عصرهای 9-10 آسیای میانه تا به روزهای ما آمده رسیدند. در قبرهای عصر میانگی مصر در بین گزوارهای قدیمی چند پاره کمان مروی نیز باقی مانده است که در عصر نوح بافته شده بود. در این پارچه ها خط هست، یکی آن حتی نقش هم دارد. پاره گزوار میانه های عصر 10 جالب دقت است که در آن نام صاحبش نوشته شده است و او یکی از لشکرکشان سامانی بوده است. در میانجای این پاره رسمی 2 فیل و در بین آن 2 فیل 2 گریفان بالدار کشیده شده است. زیه متا عبارت از چند نواره نقشین است که در آنها یا خط نوشته شده است یا کاروان تصویر یافته است. تمام این نقش و نگار و موضوع آن خود همان نقش و نگاری است که در دوره‌های پیش وجود داشت و اکنون با طرز اندکی نو و مکمل تکرار شده بود. مصنوعات فلوزی هم خیلی معمول بود. یک قسم آن برای تأمین طلبات مردم محلی صرف شود، قسم دیگری آن به فروش می رفت. از جمله چنین مصنوعات فلوزی مقدیسی، فانوس‌های میسینی بخارا، ظرف‌های قلعگی ربینجان، دیگ‌های میسین و رکاب‌های سمرقند، قیچی و سوزن‌های شاش، یراق و اسلحه فرغانه و اسفجاب و غیره را نامبر کرده است. یراق و اسلحه فرغانه به درجه شهرت داشت که به بسیار مملکت‌ها و حتی تا به خود بغداد برده می‌شد. با فرمان خلیفه هارون الرشید 786-809
فقط در کاغذ نوشتن ممکن بود. به این سبب پاپیروس و دیگر چیزهایی که برویش خط می نوشتند از استعمال برآمد. در مدت مدید یگانه شهری که تمام مملکت‌های خلافت عرب را با کاغذ تأمین می‌کرد سمرقند نیمه دوم عصر 8 و اول عصر 10 بود. محض در کارخانه‌های همین شهر کاغذ لطگی تیار کرده می‌شد که آن را کاغذ سمرقندی و بعضاً خراسانی می‌نامیدند. نام 6 نوع این گونه کاغذ معلوم است. در عصر 10 طرز تیار کردن کاغذ آشکار شده در دیگر جایها بیرون از خاک آسیای میانه تا خود سوریه پهن می شود. ولی در عصر 10 هم سمرقند جای اساسی استحصال کاغذ بود. الخوارزمی هزلامیز می نویسد که یکی از دوستانش به وی خط نمی نویسد، زیرا خانه‌اش از سمرقند دور است و کاغذ به وی بسا گران می افتد. چرمگری و استحصال مصنوعات پشمی نیز در بسیار جایها رونق و رواج تمام داشت و از چرم و پشم مصنوعات زیاد استحصال کرده می شد. حاجت به آن نیست که تمام نوعهای کسب و هنر را یک یک نامبر کنیم و راست گپ در مأخذهای خطی هم نه همه آنها ذکر شده‌اند. آیا ما گفته می توانیم که در همان دوره ها جمعیت های متشکلی کاسبان وجود داشت؟ مأخذ ها بی واسطه به این اشارت نمی کنند، ولی دلیل های بی واسطه از جمله دلیل های تاریخی و توپوگرافی به ما امکان می دهند ادعا نماییم که وجود داشتن چنین جمعیت ها از احتمال دور نبود. اینش خیلی مهمتر می باشد که خبری مأخذهای خطی درباره به مقدار زیاد صادر شدن مصنوعات کاسبی و هنرمندی و این چنین نمونه های آن مصنوعات کاسبی عصرهای 9-10 سفالالات، شیشه، متاع که به ما دسترس شده است روشن و واضح شهادت می دهند که در آن دوره استحصال مالی خیلی ترقی کرده بود و انکشاف قوه های استحصال کننده نیز به درجه رسیده بود که برای خیلی خوشصفت برآوردن نه فقط مال های نادری کم استعمال بلکه مال های معمولی سیر استعمال هم امکانیت فراهم می آورد. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت تاپریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. شما گفتاری 59 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقلوف خان، کارگردان شیرعلی نغزلی.